مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان در یک نشست خبری وعده دادند که تا 2 روز دیگر دانشجویان تاجیک را از شهر ووهان چین بیرون می‌آورند. توپاگو مسئله از شهر ووهان مضافات خوبی برآوردن 58 نفر شهروندان از جمله دانشجویانی که هستند در نظر است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان افزود دانشجویان را با هواپیما می‌آورند و گروه‌های مخصوص برای پیشواز این دانشجویان آماده شده‌اند. رسانه‌های روسی روز گذشته خبر دادند که مسکو خواهش مقامات دوشنبه در موردی از منطقه‌های گرفتار به کرونا ویروس چین بیرون برآوردن شهروندان تاجیکستان را اجرا کرده نتوانسته است. وزیر تندرستی همچنین خبر داد که برای پیشگیری از سرایت ویروس نو تا امروز 645 نفر را که از چین بازگشتند برای معاینه در شفاخانه‌ها نگاه می‌دارند. بیشتر شدگان یگان حالتی بانشادوتای سرایت کرونا ویروس مانند مشاهده نشده است. اساساً شماره بیشتری بیشتر شدگان از حساب دانشجویان و صاحبکاران باشند. مقامات وزارت تندرستی میگویند تا امروز در میان 645 نفری بازگشته از چین هیچ کسی به بیماری نو گرفتار نبوده است. نسیم عالمزاده گفت تاجیکستان برای مبارزه با ویروس آماده است و در همه 27 گذرگاه مرزی نظارت شبانه روزی جاری شده است. در فرودگاه‌های بین‌المللی شهرهای دوشنبه و خوجند همزمان شهر کلاب و بختر که رواد شهروندان را از طریق خطرهای این شهر صورت می‌گیرند. تجهیزات‌های تشخیص ضروری به مانند تپلویزرها و ترموسکانرها نصب کرده شدند که در هر یک شهروندی از خارج کشور به دوستان وارد گردیده توسط آنها سنجیده می‌شود. عین زمان مقامات خطر سرایت ویروس نو از بزرگترین همسایه تاجیکستان به کشور را رد نمی‌کنند. در نشست خبری وزارت همچنین نمایندگان سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان نیز اشتراک داشتند. باید گفت که یگان کشور به این ویروس آماده نبود و وضعیت روز از روز تغییر می‌یابد. با توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی ما همراه با مقامات تاجیک تلاش داریم از سرایت‌یابی به این ویروس جلوگیری شود. رهبر نمایندگی سازمان جهانی تندرستی گفت شماره گرفتاران به ویروس نو در جهان بیش از 28,000 نفر شده است و تا این دم 565 نفر جان باختند.